دوستان سلام وقتتون بخیر. امیدوارم جور صحتمند باشید. امروز ما سمدم از خانه رئیس سلام ملام نکردیم نالم دم تقانم میتکدو است دیگه ما هم دم خانه اولی میتکدو آقای خلاص این خلاص ده ام مثلا دم ما هم دم میتکدو دیگه خانه اولی ام میتکدو هم ده خانه ناوشید هم دادیم دوستا بیشک خانه مبارکی هم ده دیگه آردو ده یک هم بومزنه داشته تا مبارک ما داشته تو زنگ زدم آره دوستا را کمک شد بینا کو از ما دوستا دو بینا کو شید آتش کو دیست من باشه او ده کجایا اون ده بار مبرم یا نه موری زار دلش خلاص نبود بریم سال کنیم کجاست دی دریایا درجی خب بریم یاره بیشک تا خنگورم کدره یعنی آوازی شخه او یخ او گرد نه او یخ حالا ملاش دید کن یا الله یا الله یا الله موقع تصویر چیزه یا الله وای محمدی خوبی بخیر جانشون بیار حالا حالتون خوبه بیشک مبارک ها باشه خانه نو والله به خدا یعنی چه شو خاطر شهرام لاله ما اینالم چای ما ورده چای مغری قصانی نقل نشمون عمر خدمت باشه دیگه باش تو لاله بابم سلام نکنه؟ نه سلام کنه بلدشون بعد از او هستی دیگه میخوام دوستان عزیز سلام امید که جور باشید دیگه خوشمزندگی برنامه چینل زکیه حیدری دیگه آقای خان خوش آمدید میگیم خوش آمدید یک جهان تشکر سوال از مور گرفتیم دیگه ما آقای خلا قدر خوش من 3 سال 4 سال میشه نهاتیم ازی دخوی از ما بالا ما دخوی ازی امیر قدقش کش خدین و وادی به سر یک قار میشه بس دو عادت کرده خلاصه بازم خوشم میگن لالای تو آقای دیگه از اصول کنه بلوش چخشور شید دوستان رو گفتن نه در کوتا ما بغیر از آبیخت که هیچ کس ندارم اگر یک روز در من زنگ نه یا آور نگره آی محمدی از سلام خسته نباشید آرزوی صحتمندی دارم باشید شما ان شاء الله کنگی جور صحتمند باشین دیگه خوش آمدید میگیم آقای خیلی خدمتگزار خدا خانه از ما خیلی خوش آمدین صفا آوردین آقای کریمی چطوری خط مهاجر بگیر والله تشکر آقای محمدی مو خو امیم روز که تاریخ باشه تقریبا تیمای 12 بجه ما انیر خطا کردیم دیگه خب بخیر گذشته از بلیم دیگه معلوم نیست دیگه از این چیز کار میشه دیگه شما چطور تعطیلات چطور بودین خوش گذشت دیگه تا عید رم بخیر خلاص کردیم تا عید را که خوب بود زندگی دیگه بینگرنیم که از بواج چه رقم باشه دیگه محتاج به دعای دوستا هستیم عزیزا مرزای خیر فراموش نکنیم کلی گز مورم دیگه خداوند عاقبت کل مردم از ما رو بخیر کنه دیگه ظاهرا است که مشخص آقای کریمی ما دیگه جای سعی نداره جای پای سعی نداره نه در ملک خود جای پای سعی داریم عزیز بدبختی و کشیگیری و برادر جان عزیز هزار رقم مشکلات ها و نه در ملک مردم دقیقا خلاصه گاهی که خوب قوش فکر میادن رو رخصت میگیره نه بسیار دیگه حالا ما محتاج به دعای دوستای دیگه دعا کنیم که همزی بدبختی ها برشن یک کم آسایش داشته باشه آسایش پیدا کنیم این تقصیر آقای کریمی عزیز دیگه بسیار عالی دیگه این زحمت کشیدم میوه خشک و یک میوه خشک ما دیدم یک قصه یاد آمد البته قصه یک ملایه از ملا سوال نن که شیخ صاحب تو همزی میوه خشک چیز خیلی خوشت میه خب بازی بنده خدا میوه خشک خدا خدا ازش چیزم نداشته ولی ما از میوه خشک هم کلچهش خوشم میه حالا ما از میوه خشک بسراق خوشم میه خاطر ازی که مشکلات زیاده دیگه مثال بسراق
این میخوانم ایداریم بسراغ هم پختانه کد خو آره چنبل چنبلی خماشت چنبلی بس چنبلی عمده چنبلی هم ولی آقا یک مشکلات روزگار در خود زوسور مکتب بر بیرو برادر جان گروه دیگه کاروبار روزمره زندگی هم این کریمی خود چه خبر در مشکلات از من چقدر باز ما تنبل بود خو خیر دیگه نیم مشکلات قدر شکرچیم دیره بیبی دیره دار دیره پای دیره جور است. خدا انسان ایجاد بیده لالای واقعا سخته میشنوه بخی خواهی زندگی دیگه این قمنی که فقط اون چیز که مو دوست داره خداوند چیز نه باز کم کاستی ده باید آدم او کم کاستی نباشد نه که ما واسه خداوند گفتم شه دیگه همون درست نه؟ بغیر از خداوند کم کاستی نداره دیگه کل کم کاستی داره بیا کم کاستی زندگی شیرین نمیشه آقای همی آدم که جور باشد سالم باشد دیگه از این توبه اگر کم کاستی نباشد تلاشی وجود نداره زمانی که تلاش نباشد لذت در داخل زندگی مزید نیه وجود نداره دقیقاً دیگه تا تاریکی نباشد آدم بخشی روشنایی که تلاش نکنه ولی آقای محمدی بیرار به خدا من همیشه پیش شما کمین یک عادیشم قدا به شهر ما میگم که دیگه با میزنین نه ما رو بخی انرژی میدین یعنی باور کن ما احساس نم که یعنی واقعا منجی باید نگاه این یک مهاجر بگیرشته میت با نشانش دیگه چون دیگه از این تو بازارش باید برد خانه باید برد مثلا چند مایم به 4 نیم بجا مایم صدا خبر کردم 4 نیم نیم یا لایش بیا گفتم ها دویا تا 4 نیم گفتم اون فیکس 4 نیم ماده آدم خانه یک دیگه که بره دیگه ما خود جان اومد میمو که اوکس که مایا زنگ بزنه چون کلا از ما بلد داره خانه است یعنی اگر بودم که بیا اگر نه بودم که صبح این وقت ما زنگ میزدم بیا نه خب شما مصرفیت دارین نه آقای آلمان و آقای خانم شناس خانم میگم آقای آتناره یک مجلس آدم لودو بازی داد کل لودو رم کو او دانشی من دک آروزا کی گیرم گفتم آروزا نکی بیا یک بیگا او زنگ یک بیگا دیگه از خانه بینا گفتم حتما بیگا دیگه خانه از مو بیا خوب او بیچاره که اینجا پیدا نکنسته رو پس رفته ما خودم در چای چیز رفتم چای اید رفتم شام پیشین روز از خود که تا کمی تماس به پاسخ شما شق بیاد نماده کوی بیگا ما میمودرم از وقت دو زنگ زدم بروی استارت شدم که بیا ما اصلا بدم خوب قصه به خدا شما جمعتون جمع فقط مو کسی یک سری مشکلات ها هست ولی خب بازم نمیشه دیگه ما دیروز میخواستن باید باز چون ما ویش کردم که شما صندوقان رفتین نه ما احتمال نرید زحمت نکش به خاطر که آقای رفت صندوقان هم دو خاطر زختی پیش از بازار رفتم چاش تماتم ماته شهرام خانه من گفتم دیگه ده باز دیگه کار چم نستوی خدایش باز دیگه نه ممکن نه یک جارو رو نه یه خانه باشد یعنی زوستور اون تمام دو ما آوز پرکت از زوستور بوده تو بلوکت کده خوب کالا میشه نمیشه کالا میشه کالا چم نستوی باز دیگه نه چون نگین که نور سبار سازمان کالا میشه چون ما بازار رفتم نه خوب باید محمدی بیرار ما از خدمت تازه توی گردم آره باز ما جوراب همیشه خودم میفرستم آها و خب جوراب همیشه چون ما خودم وقت وجدانم تر خوشم نمیاد که مو بوی پای خود از من یک دیگه تحمل کنه هر انسان باید بار خود رو بکشه هیچ انسان برده یک انسان دیگه نه باز جوراب خودم میشدم یک روز ما گفتم ما پیش خانواده شرم چرا ما خیلی دیگه نخمیدم گفتم ما برای چی آورده که جوراب خودت میشی آقای کریمی عزیز بخیمی خاطنو به این باورش ده که بعضی چیزا وظیفه از اینه ولی نمیتونیم خانه شراکت اولاد شراکت کار شراکت زندگی شراکت چقدر قشنگه که همه بازی هم دیگه باشد دوست هم دیگه باشد همکار هم دیگه باشد آدم به عنوان نوکر یا به عنوان وظیفه‌دار به هم دیگه نگاه نکنه به عنوان همکار و همشریک زندگی به هم دیگه نگاه کنه دقیقاً دیگه از همون خاطر ما قد از این سالان هم تشکیل کالای خاموشی موتون برادر کالای زوسور هم موتر جوراب مراب یعنی هیچ کاری رو نمیگیم که تو برای کار کنه نه ما جمع مکس تماشیم نه تا یک توپال کچی که دون گسوا داورزش مورا ما یکی وقت مامان دارم ما بازم شتون چخلق مال بعد ما خب ما یک قفتو قفدم دینه و چخلق مال نمیلای نمبر پرتام مام که در ما یون میجن نمیلای نمبر پرتام مهم یک همکاریم نه دیگه ایشو تو باید قدردانی کنی حالا چی
باز از ما یک روز نشته کالا از ما شده شد نه دیگه ببین باز انتظار به جای دیگه نه ای هم انتظار به جای به حساب همکاری اگه باید نه خب همکاری منه از زوزدار میشه از خود میشه دیگه تو انتظار از این نداشته باش کلا از منم بشه باز یک ذره مشکلات زیاد میشه مسئولیت کلو میشه ما تو گفت فکر مشکل میشه توی گو دفعه باز او از مهر نه از مهر خود میشه و بحثش جداه نه او قصهش فرق اینر مگزاو جنمونا کرمی کنایه نگه ای که ما کسا باز رکشه صبح اگر آف وجه بور نشنم خود دیگه مگر وزیر خدا اول صبح میده محمدی بیرار ما مجبور ما آف وجه ما بور میشم یا 6 بجه نه خود تا شور ما گومیم دیگه ما اگه باید منجی کالا باشیم خونی یک سواری از دیست موره یک چیز دیگه مثلا آقای کرمی عزیز تو بیرون خونده دیگه و آقایم کسا خانه رو خونده دیگه بنابراین بازم وظیفه نیست مسایه بیرون کار بیرون درآمد بیرون دردسر بیرون سرستی و مشکلات خانه سر آقا من این بازم مساوی تقسیم نه دقیقاً چون ما وادار شهرام کسی باز بیرون هم با همکار نه آفرین داخل هم با همین دیگه ره این میم صبح یک سواری هم داد میگفت که لاله تا سرخوگار موری مافت مره گفت چند موری مافت دوست او بلده 2 قدم را دوست مافت 2 قدم را یک ما نمیگیم 2 قدم ما میگیم 3 قدم برو پایدل برو ولش کن نمیخواد توی نه خواهش از آقایگان خودم بخیر موقع به شهران رو میگیم آقای کریمی آره بعد کالا کسی 20000 30,000 میدین دل چه معاف نه اما سرلیری کشالو که مرین بلده دار پی کشن داره که بدبخت دار پی فایده میگیرم آره دقیقاً دو کار کنیم خواهرم البته کسایی که از روزگارشون خوبتر باشه از اونا بیشتر میگیم اما جگرات 90 بریم که اونا خودمونش میوه رو پورتاو کنن خوش نکن خیر هاشم دو تا خراب بشه جیشکال نداره ولی او بعد خونده بود دونش احتمال داره ورشکش چنه چون سرمایه خودم داشته یک لیری سرمایه شه خب بعد غیر چینه نه زندگی همو اگه میگه 100 پیشم 100 بدون چیش کار داره لالش مخراجش دیگه کس دور نمیخوره بعدم که وضع روزگارش خوب لیری نمیگیره او یک لیری میگه از مجبوری روزگاره دقیقاً دیگه بلده کالا برین افوف میبرم شه داوچال برین فهمید پلتر میخوین نیم از مونک برین داخل 100 داشغال پرترین دغم شده میشین اما بلده یک لیری باز اینه خواهرمش چون باشه مقصود آن رکشوانا رو نگفتی؟ نه رکشوان میشود بگا در رکشا سرش مماد میاد در شهرام بود داره ما فکر نشد که قرار شهرامه همین فهمیدم شیشتم تا آقای تو به شهرام نیستیم مفتم شد شهرام که بود در افغانستان هم سنفیز بود من رکشا چون من رکشا میشم مفتم تو کار نی در مکتب نبودی نه آتیم نماز خونده رفتم و وجهش ما کار نی آفرین تو خوش مامان یک نیم ساعت بود ما این خود خط کردم مگه نمان بلده 50 تیم امورا میدان نداشتم من ساچی دمو جرأت و سینش خیلی خوش مامان خودت عزیزم رقم که جریان بدید ما رفته خانه به شهرام شهرام از یک زوج موفق یک زوجی که همیشه آدم را تشویق منه یک کار را که میگه شروع کنی باید انگیزه میده آدم را دوستا که می کارمو پیش ببریم ما را همیشه حمایت کردن یکی از بهترین حمایتگرای از ما این زوج موفق از دیگه نه امور رقم که جریان است یک زنگ ما دوستان نتونستیم که جون را اونجا در پایان برسونیم متاسفانه یک جایی که آدم خوش را بیش یک لحظه قصه کنه قصه هم خیلی شیرین بوده دوستا اما یک کار پیش میاد که آدم مجبور میشه و اونجا ترک کنه از ما مرقم شد دوستا محمدی خانه از امیدوارم ویدیو بلدش مفید تمام شنه حمایت یادشم نره حمایت های خود مدریق نکید دوستا چینل را سابسکرایب ویدیو ها رو لایک کومنت بدید دوستا کومنت های خوب بدید ما انرژی بگیری بلدش ویدیو جور کنی از دیگه تا ویدیو های بعدی را خدا نگهدار شم دوستا